رسیده به کجا نرسیده و اگر چی گپ است و چی هم نیست. یا برای اون سلو دوستان عزیز پیش اون دوم قسمت که باز که بیربار هست ماشین حالات دیده باز دور میخوریم اون طرف. ببینید چی بیربار جور شده دوستان عزیز، به خاطر که هم موترها میرن و هم میاین و به هر جوش بسیار میایم زیاد جویش خلاص است دیگه. فقط همون یک چند بخشک کوچکش پس که ریزی مونده و پیادره و سرک فرایی دومی خلاص اما دوستان عزیز در پایین یک سرک دیگه هم هست که این گلباندان هم جور میکنن خاک آوردن و کار کردن ایران کاروالی دوستا تمام نشده و هنوز ببینیم که گپ به کجا میرسه. سرپوشا دوست سلام و درود نصار شما خوبان و عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان عزیز این کوه آسمایی هست و این جاده هم جاده آسمایی و اونو سرک هم سرک جوی شیر هست که در حال ساخت ساز است. بعد از دیر وقت آمدیم دوستان عزیز که از حال جوی شیر خبر بگیریم ببینیم کارش به کجا رسیده به کجا نرسیده و اگر چی گپ است و چی هم نیست. یا برای اون سلو دوستان عزیز پیش اون دوم قسمت که باز که بیربار هست ماشین حالات دیده باز دور میخوریم اون طرف. ببینید چی بیربار جور شده دوستان عزیز، به خاطر که هم موترها میرن و هم میاین و به هر جوش بسیار جای کم است یک قسم یک حالت دوچار شدن. این طرف هم دیگه این دوستان عزیز بند کردن کلن و اون یک لایه دیگه میندازن و بعد از 6 کیلو اسکاوتور مجسد است و بیخکور هنوز میکنه، یعنی کندن بیخکور خلاص نشد. از این بیربار دوستان عزیز بین که ما و شما هم همونطور بریم به پیش یا موترها خوب اجازه نمیتن مجبورن چشم سفیدی کرده بگذاریم. همه دوستان عزیز طرف همون کار و وظیفه و همون طرف ها روان هستن. اینجا رو دوستان عزیز نقیر انداختن اما پیاده رو ها به هیچ وجه هنوز دست نخورده. شاید پیاده رو نمیزنن یا میزنن سرک خوب به پیاده رو نمیشه و سرک هم دوستان عزیز فقط یک لایه خیرش انداخته شده و دو لایه دیگه هنوز مانده هنوز انداخته نشده دو لایه دیگه. این طرف هم دوستان عزیز خانه های رو میبینین که پس خرابی جوی شیر دیگه یا ساخت ساز سرکش به جا مانده و کار رو میبینین در کجا شیشته و در کجا بارک فروشی جور کرده. این طرف هم دوستای ما پیاز و کچالو با فروش میرسانند علب سرک. این دیگه دوستان از جای موترها را میگیره و اینی باز دیگه یک مزاحمت بزرگ ایجاد میکنه. این دوستان از اونجا پولش کندن اونجا سنگکاری میکنن دیگه سنگکاری نمیکنم کلام قسمت هم میکنن و به احتمال زد دوستان از خاطر دیگه سرک دوباره لر نکنه یا جوهایش جوها خلاص شده. دوستان عزیز اون طرف فکر کنم یک سرکک فرعی دیگه میخوره اما چرا که مسجد هنوز چپه نشده و تخریب نشده دیگه نمیفهمم، یعنی اون باید در نقشه بره. این خانه های دوستان عزیز که در کوه ساخته شدن کوه آسمایی و خانه های استاندارد نیستن و کوه دوستان عزیز ملکیت شخصی مردم نیست. نمیفهم چطور اینا تقسیم شده و اینا ساخت و ساز کردن دیگه. واقعا دوستان عزیز جالب هست. الان پایپ ها رو میبینین دوستان عزیز که آوردن که پایپ های فایبر دوری هست، آب هست و از هزاران چیز دیگه. که خدمات بعدی هست که برای سرک جور میشه و مردم از این خدمات استفاده بتونن. دوستان عزیز این سرک کارش به اینه میجا رسیده، این دمت هم ادامه داره و البته دوستان عزیز چندین سرک جور شده. این سرک اولی هست که فقط دوستان دیگه نمیره و نمیایم
زیاد جویش خلاص است دیگه، فقط همون یک چند بخشک کوچکش از کریزی مونده و پیاده‌رو و سرک فرعی دومش خلاص. اما دوستان در پایین یک سرک دیگه هم هست که این گلدان‌ها رو هم جور میکنن، خاک آوردن و کار کردن ایران شاروالی دوستا. اون سرک دوستان، این سرک پایین هم سرکی طرفیش تازه جور شده و با می سرک جوی شیر یک جای دیگه جور شده دوستا. اون در تصویر میبینین که هنوز یک لایه خیر از او همچنان مانده و هنوز انداخته نشده و این طرفایش حتی دلایش مانده و حتی چوکات های سرک یا جدولایش هم هنوز ساخته نشده. این طرف هم دوستان عزیز دوباره کوه آسمایی و خرابی هایی که سرک به جا مانده. یعنی دوستان عزیز بسیار جای چی میگن خانه بود و منزل های رایشی و مسکونی بود دوستان عزیز که همش در ساخت ساز سرک تخریب شد و حالا فقط همینا مانده. یعنی پایه ها هم دوستان عزیز نه زده شدن. این پایه ها به خاطر چی هست؟ دوستان اینا به خاطر چی هست؟ گروپای روی سرک است، به خاطر چراغا نصب شدن که با چراغا سر زمین ها دوستان عزیز شان نمیشه و باید یک ذره یک مقاومت وجود داشته باشه که بتونه اون پایه ها را نگه داره. یعنی دوستان سرک فرعی میشه دیگه، با زنو بغل یک پیاده رو میخوره. سرک همون تو اساسی جور میشه دوستا که هنوز کارش تمام نشده و هنوز ببینیم که گپ به کجا میرسه. سرپوشا دوستان عزیزم و سرپوشای جویا همه جای جور شده، اما جویا زمین دوستان عزیز کثافات پر است متاسفانه. میبینین کثافات انداختن. طرف هم دوستان عزیز کوه شیر دروازه است که در تصویر بیننده هستین و اونجا هم دوستان عزیز تاق ظفر، ببخشید تاق ظفر میگم، تاق ظفر خب در پغمان هست، همون جایی که توپ زن بود دوستان عزیز و توپ چاش تا به سلامی آورد. اون در اون قسمت است، باشه براتون زوم کنم که کدام قسمت ها میگم. اونجا را دوستان عزیز دقیقاً دیگه اسمش دوستان عزیز شما در کامنت ها بنویسین که اسمش چی بود. این دوستان عزیز که سرک هم کم کم پایین شویم دیگه. اون طرف خب براتون نشان دارم که جوی شده این سرک هم دیگه ما قدر مثل این سرک پیش رفته و اینجا یک جایک است که پایین شویم و بعد جایک هم نیست، بریم پیشتر پایین شویم. این سرک بالاتر از دوستان عزیز سرک پایین کرده. اینه میشه یک دوستان تو سلو پایین میشه من سر پایه. دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشالله که ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتونه به الله متعال پاک و نیاز میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.